سلام اوتاستی هستم، خوش اومدیم به این ویدیو. امروز اومدم ولاگ از لباس پردازشیمو بذارم و در ادامه ویدیو با من همراه باشین. باورتون نشه بچه ها، من انقدر لباس پردازشی دارم. خب نگاه کن، یه چمدون لام هستم. خب میریم اولیش برای آسترینش که من این پیرن خیلی دوست دارم. اینا قطر گرفتن خود تیم ملی ایران با این سامان فلی هستن که این پیرن رو من دادم با این شورتکش. کو شورتکش آجی ها، این اصله آجی ها، اصل. خب این سراغ بعدی جود بیلینگام اصلا. اینم اصل نه، اینو اصلا نه، برای اینو از قطر گرفتم. خب حالا مادرید نوشته، آیل حالا مادرید. فکر کنم عربا نمیگن حالا مادرید، آی میگن، چون اینو قطر گرفتم. فکر کنم آی حالا مادرید اینجا نوشته جود بیلینگام. خب اینم خیلی دوست دارم، سه پیرم هم خیلی دوست دارم. فرانسه 1998. این واقعا پیرهن حقیه، انصافا حقه. اینم یکی از دیگه هاشه که شورتشه بی نظیره حاجی. میخوام صحبت کنم که 10 دقیقه قبل بره. خب لباس فرش اینقدر دارم سریع میگم که وقت شما رو بگیرم وقت دیگرم. این خیلی خفنه حاجی، رونالدو 2008. بچه هر کدوم خواستین، من که نپوشیدم خیلی هاشونو، من شاید اینو یه بار پوشیده باشم. هر کدوم خواستین قرعه کشی میکنم، به جز ایرانه قرعه کشی میکنم و هر کدوم خواستین توی این ویدیو همه نشون میدم. هر کدوم خواستین بهتون میدم، قرعه کشی میکنم، توسط شانسی بهتون میدم لباسا رو. خب این واقعا شورت خفنشه. این همون شورت جود بیلینگام ها. من خیلی لباس پردازشی دارم، تصویر رو بگم هیچی. این هم خیلی دوست دارم، کیلیان امباپه 2022. این که برای چیشه پیرنش حاجی خودم پیدا نمی‌کنم. این فکر کنم منچستر 2021 باشه، فکر میکنم. نه آرسنال، منچستر 2021. آخه من پیرن رونالدو هم دارم، نیمار. من خیلی پیرن لازم دارم، میتونم بدم. اینو اصلا نپوشیدم تا حالا. من همه پیرن دارم جز پیرن مسی. من رونالدو فنم، همه پیرن. این پرسپولیسه، ایش پرسپولیس. من تو کل دنیا 2 پیرن دارم حاجی. این امباپه خیلی خفن بود ولی توی این پیرنش نه، انصافا این پیرنش نه. پارسال افتضاح بود، رئال. امباپه خوب بود ولی رئال افتضاح بود. الهلال، این الهلال فکر کنم برای 2023، فکر میکنم برای 2023. خب این پیرهنی که گفتم، این پیرهن رو من شاید 3-4 بار پوشیده باشم. واقعا ناموله حاجی. اینم تازه دارم میبینم ولی هر کی خواست هر پیرهن همه رو نشون میدم. هر کی خواست بهم بگه، من قرعه کشی میکنم، به قید قرعه جایزه میدم. خب اینم یک پیرهن دیگه از اختصاصی نیماره، الهلال. حاجی ما چرا نمیریم اینا رو بخریم، بازیکن خفن بخریم که نه اینجا ما پیرهن ما تو کشور عربی مهم نیستن، توی جهان پخش بشه. این همون شورت امباپه است. این این پیرهن فرانسه پاریس سن ژرمن که شماره نداره، میتونید خودتون برید شماره بزنید اگه که خواست بگه. این ایران، این خیلی خفن بود. این من باش خیلی خاطره دارم، زیاد با این استودیوم رفتم. میتونم داشته باشین. اینا جان اصلا نپوشیدم، اینو اصلا نپوشیدم، کلکسیونی گرفته بودم. پرتغال، ببینم پرتغالش کدوم حاجی. این پرتغالی نبود دونال توش، یادی دارم میگم. پیرن خوشم میاد میگیرم، فرقی نداره، من مسی نمیگیرم. این پرسپولیسه. آره پرسپولیسی خیلی زیادن توی دنیا. آخ
اینو حاجی پیرنش دیگه پیدا نمیشه، داده با اسم شماره خودش هم داره، نمیدونم اصل فیکه یا هر جای دیگه، ولی این واقعا پیرنش دیگه جای دیگه فکر نکنم پیدا شه. من یعنی اینکه اختصاصی براتون بزنم، من اینو سال 2021 خریدم، فکر میکنم 2021 خریدم. های صندلیش میکنی از این به بعد میز میاد بالا برای استریم همراه باشیم با ما. حاجی سعید صادقیه حاجی، من اون سال یادمه رفتم 4 تا پرسپولیس خریدم، یکی ترابی، یکی اون سال رفیعی اومده بود، رفیعی، یکی همین سعید صادقی. با سعید صادقی اون موقع 4 ماهی نقل انتقالات بود، میزنن اسمش الان فولاد، فکر کنم الان فکر میکنم فولاد باشه حاجی. نه بابا تیم خوبیه، هم شورت پاریس سن ژرمنه حاجی. اینو نگفتم اینم از قطر گرفته بودم حاجی، اینم از قطر گرفته بودم. باورتون میشه چه پولش دارم حاجی؟ 100 ریال اون موقع دادم، 100 ریال به ایران، نه اون موقع ریال 20 تومن بود، کنم میشد 200 دینار، 202 تومن اون موقع دارم. الان که هیچ ماشاءالله بگیرم بالای 6-7 تومنه، ولی خوب بود، شما نپوشیدم تا حالا اینا. خب میرسیم به ایرلینگ هالند دلها حاجی. بریم یه لباسمون رو عوض کنیم برگرد. خوش اومدین، لباسم عوض کردم. بعد این بود که هنوزم میگفتم براتون، خب تیپش اصلا نمیخوره واقعا به این برای برزیله حاجی. یادم اومد حاجی، این برای برزیل که نیمار دیگه حاجی. این همون چیزی که گفتم ترابیه، فکر میکنم این ترابیه. سعید صادقی بد نیست ولی ترابی حاجی. الاتحاد کریم بنزما حاجی، اندازم نمیشه دیگه حاجی. اون موقع هم اندازم نمیشد نمیپوشیدم، اینجاش میگرفت برام. این پیراهن بی‌نظیر بود حالا، این پیراهن بی‌نظیر بود حاجی. برای پیراهن کیه بگم 2023 حاجی. اون موقع حق هالند خوردم فکر کنم. بله آقا، از تمام طرفدارای مسی فهم عذرخواهی میکنم، خوردم حقشو. این پرسپولیسی که ولش کن، پرسپولیس هم ولی خیلی پرسپولیس دارم حاجی. آخ این پیراهنم خاطر انگیز بود. گفتم سروش رفیعی، نه اون پیراهنشو گفته بودم. این پیراهن چه پیراهنی بود حاجی؟ این پیراهن برای فکر کنم سالی که بود قهرمانشو سر زدن بود. اینو نمیدونم این چه پیراهنیه. آخ سلطان کریس، سلطان. این پیراهنش برای فکر کنم 2023 بود. آره برای 2023 بود. KSA عرب سعودیه. لا خب میریم سراغ بعدی که حاجی برای منسیتی. کدوم منسیتی؟ این برای 2024 نیست حاجی، اون برای 2023. این پیراهن برای چندی؟ 2024. عجیبه برای من، واقعا عجیبه. نمیدونم اطلاعی ندارم. آخ گابریل ژسوس دوستان آرسنالی. من فقط پیراهن بارسا ندارم، همین پیراهن رو دارم، تیمای معروف دارم. راستیش هم بهتون نگفتم، طرفدار نیوکاسلی هم هستم، خیلی طرفدار نیوکاسل. پیراهن نیوکاسل هر چی گشتم پیدا نکردم. خب بچه‌ها ممنونم که تا اینجای ویدیو رو دیدین و تا ویدیو بعد. ابوالفضلی هستم، خدا حافظ.